خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو د پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو پلار نکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول په نو قولنی کو پلار نکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو. با عرض احترام مجدد به طور خلاصه ما باید بگوییم که اگر امی پلان رای حل بحران افغانستان برای طالبان در نظر گرفته شود و این معضله که ملی که ما داریم یال فصل شود خط دیورند هم از بین میره چرا این برادرای طالب ما کی طرف بیایه خط دیورند دیگه وجود نداره و دیگه وایسای هم قدرت نخواهد داشت که داخل افغانستان مداخله کنه چرا در چند وقت میشه که طالبان این موضوع را بسیار جدی سرش جربست میکنه و این پریشانی دولت آیسای بار آورده. ما یک موضوع دیگر هم بگویم که ما که خانم خان عبدالولی خان ما صحبت کردم بسیار سرسفید است که صحبت کردم و اونا سلام های احترامات خود به شما میرسانه و در این حال ما با همراه افضل لالا ما صحبت کردم در یک هفته پیش و افضل لالا پیغامش طول افغانانو اتحاد و اتفاق وکړي. افضل لالا پیغام دا و افغانانو تاسو ټولو اتحاد و اتفاق وکړي. یوازې افضل لالا همدغه کلمات ما ته وویل افغانانو ته ووایه ټولو
اتحاد و اتفاق وکړي. به هر صورت موضوع مهمی است که ما باید مسئله ملی خود باید وقت حل میکردیم، چرا ما تواناییش داریم. پاکستان توجه کو، مردم افغانستان بیدار شده، نوکرایت ایجنتایت از داخل خاک افغانستان بکش. چرا قوانین اسلامی رو در نظر نمیگیری؟ هر روز بالای پلیس های معامله میکنی و باید پلیس های ما که شهید دیرا میشه، اردوی ملی ما شهید میشه، برای اولادای از این دولت یک پلان در نظر داشته باشه که اولادای از این تا سن 15 ساله شوه، برای اونا باید کمک برسه از طرف دولت. اتو نشه که اونا شهید شد زن اولادش فراموش کنه و کلشون گداییگر شوه از خاطر که آمده از خاک وطن خود دفاع کرده. چرا این موضوعات شما در نظر نمیگیرین؟ ما از تمام موظفین امنیتی افغانستان تشکر میکنم که اونا سعی مسائل به خرج میتن، که از امنیت ملی ما تشکر میکنم که اونا بسیار زیاد فعال هستن. در کابل که بودم همین نوکرای پاکستان یک نفر در هتل بود، یک پاکستانی، اما پاکستانی نبود، ببخشید پاکستانی گفتم، از پشاور بود. او گفته که ما در راه میرم، عسکرای افغان مرا سلام میکنه جی بیا، او پاکستانی جی بیا، باز پاسپورت ما چک میکنه که ما از پشاور هستم، یا میگه خو ز ولالشه. یگان دفعه یک عسکر پاسپورت ما در این انداخت که من بسیار جگرخون هستم که موضوعات پاسپورت ما گپ میزنیم. وقتی که من در بلژیک رفتم، ما یک تلفن میگیرم. بله بفرمایید، شما در لاین هستین. السلام علیکم، حاجی امیر فیضی از آلمان به شما به تماس هستم. حاجی صاحب السلام علیکم، برادر گل، خوب هستین؟ همشیریم خوب است؟ بیادرزاده خوب است؟ کل جور باشین. سلام مجدد خدا به شما و به تمام افغانا، هر کسی که آواز ما میشنوه. خداوند کدشان خوبی های دنیا نصیبشان، خداوند روزیتان کلتان قبول کنه. آمین آمین. برادر محترم، این پیشنهاد خودت که کردی در قسمت از که این شورای صلح نبود. اینا اصلا همت یک چیز بازی بود که هر کس به مفاد خود یک کار میکردن که بیا بریم صلح میکنیم، از اون طرف شورای صلح دیگه می آمد و بازو یک کار دیگه میکرد. یا آقای پسر آقای ربانی در قسمت شورای صلح. او برادر قندم، وقتی که ما در این راه آل ما پای ماندیم، راستی پیشنهاد شما بسیار تاپ بود. ما یک پیشنهاد دیگه هم دارم که باید یک نفر از نمی برادرای ناراضی ما در بالوی رئیس جمهور منعیت معاون اول باید بشینه. ایره باید وقت آقای کرزی باید خودش باید فکر میکرد که ما چی میکنم چی نمیکنم. او برادر در کجا هستیم؟ ملت تا کجا رسید؟ تمام روز ایجا تق اوجا بم انداختن. ای تا چی وقتی تو باشه دیگه؟ تا چی وقت بیاید همی قدرت باید دست ما بتن که ما ببینن که ما چی درست میکنیم، که ما راستی کار میکنیم. راستی ما از برادرای افغان خود خواهش میکنم منفی گویی ده بلیاز خدا بند کنین. او برادرها بس است دیگه، بس است. ملت به کجا رسیده؟ ما به شما قول میتون که اگر راستی امی پیشنهاد شما در این را عملی شوه، این پیشنهاد امی ما که است به حساب در این را اگر عملی شوه، اگر شما فساد اداری دیدین در افغانستان، ما به شما قول میتون دست خود برتان میبرم که بگیرین ما را باز ادام کنین که اگر ما دروغ بگویم به شما. به خدا یا فساد اداری شوه یا دیگه شوه در افغانستان. چرا تا چی وقت ما به این اندازه چی میباشیم غافل میباشیم؟ ما دینا شاوس به یک مجلس بودم، در اونجا یک نفر گفتم این برادرای ما رفت در اونجا، شما دیدین؟ نه والله به درد نمیخوره. او برادر چرا به درد نمیخوره؟ چرا منفی گویی میکنین؟ تا چی وقت؟ بس است دیگه. سلام مجدد مرا برای مصطفی جان نازنین که این پروگرام ها با هم را شما کمک میکنه. او هم میرسانم برای آقای خطاب که ما را بسیار در این را ما را راستی کمک میکنن. تلویزیون خود به اختیار ما گذاشته. از خودت قلبن دیگه. ما راستی یک مرد هستی که تا آخرین لحظه استاد هستی.
دیگه ببینیم اون طرف پناه به خدا دیگه. تشکر. زنده باشین حاجی صاحب گل، لطف کردین. زنده باشین. کل را سلام بگین از طرف ما. تشکر لطف کردین برادر محترم. السلام علیکم. السلام علیکم. ما باید از خطاب صاحب تشکری کنم که ما افغانستان بودم، اونا احوال فامیل گرفته بودن، بسیار مهربانی کردین و ما از آقای آرون عبرت فوق العاده گلمند هستم، چرا ما در اینجا در تلویزیون خطاب صاحب می آمدم و اونا رو من می دیدم که چقدر مهربانی بود در مقابلشون و اونا رفتن باز کلمات را استفاده کردن که درست نبود و راستیم نبود. و در این حال چیزی که ما پیشتر گفتم ماه مبارک رمضان است، بیایی یک رزولوشن ما یا تصمیمی باشه که با یکدیگر اتفاق کنیم، افغان خدا به چشم احترام ببینیم، امی مخاصماتی که در قلب ما در مقابل فامیل یا کدام برادر افغان ما یا خوار افغان ما میره از دل خود بکشیم. باز ببینین که چقدر جانتان قوت پیدا میکنه، چقدر فکرتان صحیح کار میکنه. ما بسیار معذرت میخوایم، ما نمیخوایم کس را یاد بتم. و ما رفتم در افغانستان، همین نتیجه شدیدم که حال فعلا در افغانستان این موضوعات کینه و عداوت یا کم شده فضل مرحمت خدا و افغان ها بسیار به دیگر نزدیک شدن. مثلا نمی رفتن ما بی اندازه در جایی که می رفتیم اینا انسانیت می کردن، مهربانی می کردن. امید است که این پیشنهادی که ما کردیم برای حل مسئله ملی که ما داریم که برادرای خود این توجه شوه و این موضوع اجرا قرار بگیره. میاد یک تلفن در تلفن ما یک پاکستانی صدای پاکستانی رقم و فارسی گپ میزد و ما تلفن میکنیم میگه حال تو مسئله طالبان یاد میکنی، کرزه تعریف میکنی. شما ببینید که وقت یا فعالیت‌های خود در مقابل ما شروع کردن. شما این خبر دارین که آیسای فعلا در اروپا در مقابل فعالیت‌های ما تقریبا 20 تا 40% بودجه خود مصرف میکنه و افغانا را کلش. ما گفتم وزارت خارجه یک نفر تانسته بود 20 نفر دماغش خراب کنه از نگاه ازی که جاسوسی کنه. اینا شما فکر کنید که در اروپا چقدر نفر عزیز چقدر کار میکنه، چقدر فعالیت میکنه، چقدر تبلیغ منفی میکنه در مقابل فعالیت‌های دیران جرگه. و امی که در ابتدا که ما دیران جرگه را ما تاسیس کردیم، جرگه لندن دایر کردیم، ما طرفدار اتحاد اتفاق بودیم، اما مشکل ما ای بود ما تابال این موضوع واقعیت ما بر خود نگاه کردم. اما باید آدم این موضوع رو بگه بر ازی که من مشتم بسیار ایمیلای آدم که در لندن زندگی میکنه ایمیلای بسیار ناگوار روان میکنه یا میکنه. یگانه چیزی که مرا در او وقت بسیار زیاد بی صبر و خفه ساخت و به اصطلاح مرا بسیار خاطر آزار داد، همین فیلم دیران جرگه لندن میخواست که از پیش ما پت کنه. یعنی این در اونجا فعالیت‌ها شروع شده بود. ما میگم ما کسی که فیلمگیری کرده بود، ما که در تلفن گپ میزنم، یک تلفن آمد باشه که کی هست، نفر تلفن میکنه میگه کی فیلم ها رو برای آقای متین نتی، ما یک باس دیگه داریم برای ازو بتی. از اون با بعد ما تصمیم گرفتم همین کسی که صادق نباشه در این پروسه ما خوش ندارم دیگه. اصل موضوعی بود همین فیلم که ما نشان دادن نمیتونستم، خیلی بسیار کار میشد که زحمتایی که ما کشیدیم پول مصرف کردیم یا کردیم. خب بر صورت این موضوع دیگه سرشگرد نمیذارم. رفتن ما در بلژیم، ما با 3 هدف به اصطلاح ما رفتیم در بلژیم. اولی که رول ناتو در افغانستان بسیار زیاد مهم است. جرگه چی رو ما تیار کردیم، مظاهره ناتو رو ما تیار کردیم در مقابل ناتو. او بسیار موثر واقع شده بود. حتی عمران خان در کمپین خود ذکر کرده بود که ای افغانا میخواد پاکستان تروریست معرفی کنه در پیش ممالک اروپایی. ما این در نظر گرفتم. باز ما به شنواری صاحب تلفن کردم که ما میایم
که اگر شب ما بریم که سفارت هند که ما میخواهیم که یک جرگه را در هند دایر کنم، یک جرگه را در بلژیم دایر کنم. با اون اساس ما رفتیم در بلژیم سفر کردم. باز آمدن افغانستان باز ما رفتیم یک روز در سفارت هند به اصطلاح موضوع دایر کردن دیورند جرگه را در نیودلی. امید است که کارهایش در نوامبر شروع میکنیم، در دسامبر دایر کنیم. بسیار به ما انسانیت کردن و یک چیزی جالبه که در سفارت توجه مرا گرفت و او بود که مجسمه گاندی را بسیار به شان و شوکتش مانده بود و ما فکر میکنیم که باید ما عکس داود خان در سفارت خود داشته باشیم، در جای خود، در دفترهای رسمی خود عکس داود خان در پالوی عکس رئیس جمهوری که داینده می آید باید ما داشته باشیم. ما کوشش میکنیم که بخیر دیورند جرگه دلی را دایر کنیم که بسیار مهم است و خصوصا صحبت‌هایی که کردیم ما صحبت‌های جالب بود کت کنسول سفارت هند و جالبیش این بوده که این موضوعات دیورند یاره که خاک هندوستان هم گرفته شده و پاکستان آباد شده و خاک ما هم غصب شده و پاکستان تاسیس شده، یعنی وجه مشترک بود در اوجه و این موضوع بسیار، یعنی وقتی که شما صحبت میکنین که مقامات دیپلماتیک این بسیار یک دلچسپی مخصوص خود به خود داره. باز روز سبایش باز ما رفتیم مثلا کمیشنر پلیس کمیشنر عمومی پلیس بلژیم که همون کسی که با ما اجازه داده بود که در مقابل ناتو مظاهره کنیم که از اونها ما دیدیم و باور کنید که تبلیغ یعنی خود تعریف خود کردن نیست. یعنی ما رفتیم در دفتر عمومیشان و یک صاحب منصب بسیار کلانش پایین آمد، ما را بالا برد و صاحب منصب‌های دیگه یا کمیشنر، یعنی باز ما یک تحفه خریده بودیم، خودم یک تحفه خریده بودم که شنواری صاحب ما رفتیم. شنواری صاحب رئیس دیورند جرگه بلژیم است. تحفه خودم برشان دادم برای کمیشنر یا بسیار خوشی کردن که امید است که ما بخیر جرگه را دایر کنیم. و دیگه در سفارت افغانستان رفتیم با همراه شنواری صاحب برازی که یک برادر افغان ما نه تنها در بلژیم در تمام اروپایی به خیال ادامه پیدا میکنه یا این واقع میشه. افغانای ما که میره پاسپورت افغانی ندارن یا میخواین پاسپورت خود تجدید کنن یا پدرشان وفات کرده یا مادرشان یا جایی ندارن یا دارن افغان هستن، اونا میرن برای اونا تقاضا میکنه که بری مدارک بیارین. خب اینا میرن مدارک میارن، باز این حالی مدارک از کجا بیارن؟ خب 30 سال پیش مثلا اونا در هر جای ریفیوجی شدن دیگه، مشکلات زیاد در قسمت گرفتن پاسپورت دارن. همی که از 2 نفر یا 3 نفری که افغان واقعی است از او یعنی یک تصدیق خط بیارن که ما ایره میشناسیم، باید به اینا پاسپورت داده شود. این جنجالا برای افغانای ما باید ایجاد نشه. باز ما شنیدم که باز از افغانا بسیار اعصابش خراب میشه، پاسپورت ها خود پاره میکنن میرن که پاسپورت دیگر بگیرن، از ممالک غربی رو بگیرن. این به اصطلاح یک قسم دلسردی رو بار میاره دیگه. این از وزارت خارجه ما تقاضا میکنیم در این قسمت غور کنن. باز ما رفتیم در سفارت افغانستان، سفیر صاحب بسیار مهربانی کردن و موضوعات دیورند هم گپ زدیم، اونا نظر خود داد، نظر بسیار ملی خود دادن. و باز پایان برادری که موظف پاسپورت بود خودم شخصا کتونو گپ زدم، همین مشکل ما گفتیم بیا در بلفرز ما میخوایم پاسپورت بگیرم. چرا 33 سال ما در امریکا زندگی کردیم، در این 33 سال ما اصلا پاسپورت تذکره ما گم شده، ما تذکره چطور بگیرم؟ اول باید ما افغانستان برم. خوب موضوع علیه است. بلفرض ما هیچ پاسپورت نداشته باشم که ما در ممالک اروپایی باشم، ما چطور پاسپورت افغانی خود بگیرم که ما سفر کنم؟ خب این مشکل است. و اونا اگر امی تصدیق خط از افغانا بیارن از افغانستان 3 نفر 4 نفر
پاکستانی خو نمیخواد که پاسپورت افغانی رو بگیره و اگر پاسپورت افغانی رو بگیره او خو باید صحیح دری گپ بزنه، پشتو گپ بزنه، مناطق تشریح بده یا بده دیگه. ما رفتیم حداقل دمی قسمت ای برادر یک خط هم آورده بود از کابل، یکی از آدمای بسیار مشهور یا قدرتمند افغانستان یک پروژه خط هم شده بود و سفیر صاحب گفته که این خط هیچ با ما ارزش نداره، منتها حق مسلم هر افغان است که پاسپورت خود بگیره. ما از سفارت واشنگتن، سفارت افغانستان در واشنگتن بسیار تشکر میکنم. آقای عطارد یک شخص بسیار ملی است، خدا کنه که دخترکشون هم خوب شده باشه. یک موضوع مداشتم ملی و بسیار همراه ما همکاری کرد. خانه تان آباد، خدا شما را خیر بده. اگر ما کل ما به طور دست جمعی کمک کنیم مشکلات های ملی خود حل فصل میکنیم در جایی که میریم. و در غیر از او افغان ها در بلژیم بسیار مشکلات داشتن، دست جمعی گروپی. مثلا اگر افغان ما 6-7 اشتک داشتک او را دولت بلژیم میخواست که بیرون بکشه یا کشه، ما کوشش خود کردیم که با مقامات امنیتی اوجا گپ بزنیم یا کنیم حداقل اونا با در کلیسا رفته بودن، کلیسا از اونا دفاع کنن، اما باید این کار دولت افغانستان است. اونا میگفتن که اگر ما افغانستان بریم می جایی نداریم که ما گدایگر میشیم، چرا ما در این مملکت ها کمک میشیم، اولادای ما مکتب میره یا میره دیگه. به این ترتیب ما دیگه ای که ما چند روز رفتیم در مسجد که آجی صاحب یکی از باشنده های بلژیم است، گدام قالین داره، بازور به مسجد تبدیل کرده بود. خدایی را خیر بده. تمام افغانای ما به تراویح می آمد. این موضوع تشکیل جرگه دیرانه در بلژیم گپ زدیم، کتی رحمانی صاحب گپ زدیم و اونا وعده کردن که ما کمک میکنن. و تک صاحب و بسیار انسانیت کردن، مهربانی کردن. تراویح رو ما خواندیم. این راپور جرگه سفر ما به چیست به بلژیم است. و دیگه ای که آیسای میخواهد که از توته پرت بین افغانای ما در قسمت همین فعالیت های دیران جرگه، او سوالی که ما در افغانستان رفته بود و میخواست که بالای خودم توته کنن و در اینجا توته های داخلی را کوشش میکنن برای ازی که پلان کنو دارن. دمو یادداشتی که ما خواندم از طرف آیسای نوتش یگانه چیزی که او بسیار بیقرار هستند موضوع خط دیورند است و کسایی که در ایران فعالیت داره. دیگه ما میخواهیم که از یک موضوع دیگر رو بگوییم که حال شکل فعالیت ما دیورند جرگه تغییر میکنه. از این بابت در تمام هر رئیس دیورند جرگه موظف خود است و برکی صاحب که استاد گرامی است، رئیس عمومی اداری دیورند جرگه اروپا، تمام کدازی اشخاص رئیسای دیورند جرگه که در اروپا هستند که از اینا نزدیک کار میکنه و تمام اینا با مشوره برکی صاحب کار خواهد کرد. و ما خود ما مستقیما که برکی صاحب شاید ما کار میکنیم که همی فشار کار از سر شانهای ما پس شود. به اصطلاح و همی که برکی صاحب در اروپا هستن، اونا میفهمن که کی نماینده آیسای است، چطور این موضوعات درک کنه، چرا من دور هستم و این کسایی که توته پرت در مقابل ما و ما از روز اول تا حال بسیار صادقانه پیش رفتیم. به سر خاص چیزی که واقع شده ما ایره به اطلاع مردم افغانستان رساندیم و میرسانیم و در آینده هر چیزی که شود ما ایره به اطلاع مردم افغانستان میرسانیم. ما از مردم افغانستان خود در اروپا، در امریکا، در داخل افغانستان خواهش میکنیم که ما را کمک کنه. چیزی اگر ما سفر میکنیم در این ممالک ما آرزو داریم که اینا بیاین، گرچه ما موضوعات امنیتی را درست میکنیم و همین موضوعات امنیتی را برکی صاحب تدارک دیدن در اروپا. ما نفر متخصص در قسمت امنیت ما به اصطلاح داریم در اروپا، در سر تا سر اروپا.
به این ترتیب افغانای ما و ما کمک کنن. ما یک هدف داریم و او است که دست آیسای پاکستان از افغانستان قطع کنیم. و در این حال کارهایی که ما در نظر میگیریم یا خودم از شخص نظر میگیریم کارهای عملی، یک نفر در نظر میگیریم. برکی صاحب در قسمت موضوعات داری فوق العاده وارد هستند. تا قانون اساسی دیرانجرگر نوشته کردن، احکامی که در دیرانجرگر بخیر که کمک شما رشد ترقی ما ببینین که در کجا بودیم و چی سویه ما رسیدیم. تا از افغانستان آمدیم یک ماه بعدش، یک ماه نشده سر مرکز خدای برادرای هر کسی که بودن سر مرکز آیسای حمله شد. این در تاریخ پاکستان جک نداره، یعنی مثال نداره. شما این در نظر بگیرین که اینمی برادر عزیز ما شریف حمید احمدی صاحب، استانکزی صاحب، برکی صاحب، بیزا صاحب گل، ما معذرت میخوایم پیشتر گذرامت چون سفر کردیم، بیزا صاحب و انجینیر صاحب عبدالحق، باز صاحب، سرور آقا، سنگروال صاحب، غرنی صاحب، دکتر صاحب عبدالله، مریم جان صافی و ماری جان شیرزاد، خالد جان اوریا، تنویر صاحب. ما از این اشخاص بسیار زیاد تشکر میکنیم که دائم از روز اول همکاری خود با دیرانجرگه شروع کردن. و دیگه ما از جرمنی از قاصد صاحب بزرگوار دائم با میستنه که قاصد صاحب از شیرواری کار میکنه با ما. ما دائم ما احترامات خود قاصد صاحب به شما روان میکنم، دستای تانه میبوسم. از شریف جان بازم تشکر میکنم، حاجی فیضی صاحب، از امی جان که موضوعات امی خطا و موضوعات تاپی دویرند موضوعات رسمی را کار میکنه. خدا شما را خیر بده امی جان، یک برادر گل نازنین هستین، یگان دفعه قار میشید دیگه باز قارتم سر چشم. از احمد جان دگروال صاحب، حاجی صاحب، وای جان، دکتر صاحب جانیار، نظری صاحب، قیمی صاحب، دکتر صاحب قاسم امینزوی، ارشاد صاحب که رئیس جواناست. اینطور یک انسانی هست که در سن جوان خود با صدها و از بگویم هزارها نفر کتش از جوانا، از آریا صاحب گل دائم گفتن که یک ششفت خانه زیاد داره، یک شب ما میده که برای دیرانجرگه مصرف کنیم دیگه. آریا صاحب ما چی وقت رو میکنین، مشعل صاحب، صفدر صاحب. ما از نورالله جان مالک یاسمین هال شخصا تشکر میکنم. ما سرش یک تلفن کردم در مدقه حال خود به دسترس ما قرار داد، خودش تمام مصارف میکرد. بیادر گل یاد نره که واده تست، ما جرگه را بخیر در جرمنی تیار میکنیم. دیگه قدرتی صاحب از خالد جان از دبی ما بسیار زیاد تشکر میکنم. ما از قیام صاحب که راستی که یک برادر بزرگوار است در واشنگتن، رئیس دیرانجرگه واشنگتن، هر وقت که بگویی آماده خدمت است. دیگه از عطا صاحب صادق پیشتر صحبت کردن، درویش صاحب، یوسف زی صاحب، امان جان، دکتر صاحب امید، شیردل صاحب، یوسف زی صاحب، دکتر صاحب جهان، اینا کل برادرها و دوستای ما هستند. جمیل جان، ما ببخشید وقت کم است دیگه دفعه نامای کلی را ذکر میکنم. و دیگه شنواری صاحب در بلژیم هستند، رحمانی صاحب، اوتک صاحب، قاری صاحب که ختم قرآن شریف میدن در بلژیم، حاجی صاحب که مسجد خریدن و سایر برادرها که در بلژیم بر ما مهربانی و لطف کردن، ما حقم نداشتیم. بالای شما، از شما ما بسیار زیاد تشکر میکنم. فعالیت ما، کارهای ما بسیار زیاد رو به ترقی است. فضل و مرحمت خدا. خبر خوش به شما مردم افغانستان، افغانای اروپای ما، بیاین که ما کمک کنین که ما یک جای شوین. شما در روز اول اعتبار نداشتین که ما با این اندازه پیشرفت کنیم. وقتی که ما وعده کردم که یک کار میکنم لاف از من نشه، در فامیلم است. همی که بابا کلانم همی کار کرد، همی که برادرم سر داود خان که وعده کرده بود در راه دفاع وطن خود شهید کرد، ما برادرش هستم. من از کس میگروزم، من از کس میترسم.
توبه استغفر الله از غرور این راه را که انتخاب کردیم فقط ما برای منفعت شخصی نکردیم، برای جاه طلبی نکردیم، صرف برای خدمت وطن کردیم. اما از برادرها و خواهرای خود توقع دارم که وقتی در ممالک اروپایی ما میایم مشکلات پیدا میکنم، کوشش میکنم که اون مشکلات حل کنم که ما همی کار کردیم. همی مشکلات ریفیوجی های افغان در بلژیم از همی خاطر ما میخواهیم که همی پروپوزال یا پیشنهاد برای طالبان روان کنیم که این مشکل ملی ما حالا فصل شوه تا کی ما ببینیم که افغانای ما و دیگه ما خوش نشیم ببینیم یک افغان ما غریب شده، یک افغان ما پریشان شده. همین دشان ما است فلانی را دیدی چی کده چقدر غریب شده. او بدر چرا میگه با میزنی؟ چرا میگه با میزنی؟ چرا؟ با خودت مفادش چی؟ هم در گناه میشی. میگه کسی که در روز آخرت وقتی که اعمال هر کس سنجیده میشه بعضی کسا خرمنای چی می داشته باشن؟ ثواب. او خرمنا به صفر تبدیل میشه. چرا؟ میگه کسی که غیبت کنه، غیبت یک شخص دیگر کنه که دروغ باشه، در روز آخرت اون نفر میتونه که تمام ثواب از او رو بگیره، هیچ لیمیت نداره. مثلا شما یک نفر یک سلی میزنید در روز آخرت برابر از کلی زدین و سلی خدا نخواسته قصد خداوند میته. اویی که شاخ نداره، اویی که شاخدار داره، او میای حق خدا میگیره، خداوند حقش میته. این تو دین مقدس اسلام بزرگ است. اما در قسمت غیبت نفر میتونه که تمام حجتون بگیره، روزه و نمازتون ثوابش بگیره، خیراتتون بگیره. اگه اون نفر هم یک آدم بیدین یا خدا نخواسته هیچ دیندارم نبوده باشه، اون نفر در جنت میره، تو در دوزخ میری از خاطر غیبتت. دیگه بر ترتیب من میخوایم پرگویی کنم و در این حال چون من پیشتر گفتم که به اساس فعالیت عملی، به اساس ازی که یک نفر بازم تکرار میکنیم که ما هر رئیس دیورنجرگه در اروپا یا در امریکا موظف کار خود است. موضوعات داری کل راجع میشه به برکی صاحب و باید مشوره برکی صاحب گرفته شود. از برکی صاحب ما گپ میزنیم و موضوع رو پیش میریم. در این حال ما هفته گذشته یک گروه دیگر را تشکیل دادم، یک کمپانی دیگر را تشکیل میتم که گروه دفاعگران مادر وطن است. گروه دفاعگران مادر وطن این چی قسم یک فعالیت خواهد بودی؟ این فعالیت ملی و مخفی افغانای ماست. هر کسی که در این گروه شامل میشه که من خودم پیش میبرم. خط دیورن کار اصلیم است، این کار متممیم است. در این گروه ما اساسنامه می داشته باشیم، فعالیت های ملی می داشته باشیم، اما نام کس ذکر نمیشه. هیچ کس نام یکی دیگر نمیفهمه. اگر ما پیشنهاد ما ایست یا اگر اینا که میاین کسایی که دیگه شامل میشه ما نامش روان میکنیم در امنیت ملی و او رو ما چک میکنیم که نماینده آیسای نباشه، نماینده ایران نباشه، نماینده کجبی نباشه. کجبی خود رفت هنوز هم هست دستگاه جاسوسی. ما ایره چک میکنیم. اگر ما یک نفر کتما بیاید، 2 نفر بیاید، 100 نفر بیاید، ما این گروه تشکیل میتیم. از نظر قانونی در امریکا در فلوریدا ما ایره راجستر میکنم با انگلیسی که فعالیت های ما قانونی باشه و این فعالیت های ما را به دولت امریکا ما پیشنهاد میکنیم. ما میتونیم که اگر یک گروه 500 نفره، 1000 نفره، 10 نفره، 2 نفره، هر چیزی که وجود تشکیل دادیم، این میتونه داخل خود افغانستان بره فعالیت‌ها را، کارهای ملی را پیش ببره. هیچ کس از او آگاه نمیشه. و ما اگر بزرگ شده بریم یک سیستم امنیتی استخباراتی ملی را به وجود میاریم که باز ما میتونیم این شکل فعالیت خود به تقدیم کنیم به دولت افغانستان زمان که امی سیستم پیش ببره. امی کار دیگه مملکت ها شده، مثلا حالا میگن آیسای چیست؟ ما میتونیم که نام می گروپ ایسای بانیم، افغان سیکرت انتلیجنت.
بانیم، امی فعالیت ها را کنیم. چرا هر عمل عکس العمل است. وقتی که آیسای میاییم ما میاییم. چرا در داخل هندوستان یا داخل ایران یا داخل چین یا داخل شوروی تو آیسای فعالیت کردن نمیتونی؟ چرا واکل همونطور یک سیستم عیار کرده تو نمیتونی که بیایی؟ افغانستان گیر کردی که تو ناخونی اوگارش تو میایی یک رنگ او بداره که در جلال آباد هستین، در نورستان هستین، در مناطق افغانستان هستین، اونجا میگه پنجابی آمده امر میکنه سر شما گردن ازیره بزن، گردن ازیره بزن. او بداره اولی کار میکنی که همون شمشیرت یا تفنگت بگی نمو پنجابی رو بکش که او آردر امر میکنه که تو بر افغانای ما را سرایش ببر. فهمیدین برادرای افغان عزیز؟ ما کل در افغانستان که آمدم از تمام فعالیت های شما ما آگاه شدم داخل خود افغانستان و کابل و ما اونجا رفیقا و دوستا یا داشتیم، اونا رو هم ما کچان صحبت کردیم یا کردیم. و دیگه ای که ما از آقای کرزی صاحب ما دفاع نمی کنم، ما ندیدیمشم، صحبت هم کش نکردیم و از این چیز هم با او قرضدار نیستم. اما کوشش کنین که رئیس جمهور افغانستان است، اینطور لغت های رکیک استفاده نکنین در تلویزیون ها. و ای که ما در افغانستان رفتیم دیورند جرگه زیر جرگه دیورند در پلیتکنیک تشکیل میدادیم آمدیم. استاد گرامی ما وردک صاحب که خدا کنه از پیش ما خفه نباشه، وردک صاحب اونا کمک کردن که می جرگه را دایر کنیم یا کنیم، اما چون وقت نبود و این رئیسای دیورند جرگه ما کل پس می آمد از نظر کارهایی که داشتن، چرا دفعتاً ما رفته بودن. و آقای کرزی صاحب گفته بود که ما شنیدم ایره با ما گفتن که این جرگه را شما عوض یک روز 3 روز بگیرین و چیزی کمکی که ضرورت است کمک براتون داده شود. و این که ما در افغانستان بودم، ما در افغانستان بودیم، رئیس های دیورند جرگه و کرزی صاحب بیانیه های ضد پاکستان و بیانیه های ضد خط، یعنی از بین بردن خط دیورند و مفاد مردم افغانستان بیانیه میداد. بیانیه هر روز 2 روز بعد 3 روز بعد. ما راستی ایره قابل قدر میدانم، چرا دیگه کسایی که در ایران بودن، کسایی که خود ملی میگیرن یا میگیرن مازونا از دان از اونا هیچ چیز من نشنیدم راجع به خط دیورند. اقلا ما ایخو آقای کرزی سپورت کرد، اما ایره باور کنین که پیش بردن یک دایه یا پیش بردن دولت کار ساده نیست. هر کس کش میکنه طرف خود، میاین روز اول یک چند روز آرام هستن، بعد از اون باز میان کش میکنن که این رو که تو که از اون نفر چی کنی؟ تو ما نداریم همین سیستم، نداریم که ما قناعت کنیم خو نمی خودت که نمی کار میکنی کار خلاص کو، بر ما چیزی نگو، وقتی کل کار خلاص کردی بیا ما را اطلاع بدی. اینو در دو سنگارد میمونی که بگویی نگویی. چطور اگر بگویی چطور میشه، اگر نگویی چطور میشه، قار میشه، خفه میشه. ما حالا کوشش میکنیم که ما چیزی که مهم است برای ملت افغانستان همون کار کنیم. دیگه ما ببینیم یک دیورند جرگه را که ما در واشنگتن دایر کرده بودم، در اوج صحبت ها و پیشنهادهایی که با آقای کرزی کرده بودم، شما رو ببینین باز خودتان قضاوت کنین. کارهای ما دائم متوجه سیاست افغانستان و سیاست بین المللی بوده و اگر امی کار 1 سال پیش کرزی صاحب میکرد، امروز امی مشکلاتی که حال دولت افغانستان با او دست پای میزنه هیچ نمی بود. او برادرای طالب بیایی ما می کمک میکنم، ما میایم شامل میشم. ما هیچ نمیترسم که کسی بگویه کی چرا طالبا رو کمک میکنه. طالبا بیادرم است، قلبم است، در حالی که کتایسای نباشین. اگر کتایسای باشین دشمنتان هستم، اگر چیز از دستم آمد مقابلتان میکنم. آیسای اعلام کنین، بیاین کلگی ما با درقیتان میاییم، بیایی که بریم پیش دولت امریکا بودجه براتان بگیریم، بیایی پلانهای اقتصادی منطقوی مناطق پشتون روی کار باور میکنی که باز در بریک با ما چندین تلفن آمده میره، مرا میگه او
نوکر طالب شدی که کرزه تعریف میکنی یا میکنی. این کل کار آیسای است، کل کار آیسای است. این تلفن اومده میره، اینمون نفر 4 دفعه با ما تلفن کرده، 4 دفعه. شما بازی نخورید سر از حال بیایی که یک پیشنهاد برادر کوچکتان بیایی که نظری خود بخی مثبت کنیم. افغان خود بگوییم بیا صدقه شوم، بیادر مستی، خوار مستی، قربانت شوم. بگیرید این ماه مبارک رمضان به بیادرایتان تلفن کنین، به مادرتان تلفن کنین، به بابیتان تلفن کنین، برای بچه کاکایتان تلفن کنین. بیایی که این ماه مبارک رمضان چقدر ثواب داره. الهی روز را بیاره بخیر که افغانستان رام شوه، برکت ماه مبارک رمضان، اتحاد اتفاق بیاره، فامیلا صحتش خوب شوه، دپرشن از بین افغانای ما از بین ببری. خدایا اتحاد اتفاق بین افغان بری به برکت ماه مبارک رمضان. خدای اتحاد اتفاق به وجود بیاری، خدای اتحاد اتفاق به وجود بیاری، خدای اتحاد اتفاق به وجود بیاری. خدایا سربلندی مردم افغانستان به وجود بیاری. خدایا این مشکلات این تفرقه را که عیسی انداخته در بین مردم افغانستانی را خداوند از بین ببری. او خدایا ما فقط میخواهیم که یک مسلمان واقعی باشیم و به دربارت ما خدمت کنیم. او خدایا ما را قدرت بدی که در راه دین اسلام خدمت کنیم، بازی نخوریم از کفار و دشمنای ملت اسلام، دین اسلام. خداوند دین مقدس اسلام قوت بده، اولادای ما را در راه صحیح هدایت کنی. او خداوند سبحان ربک رب العزت ما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار. او خداوند کل خوشبختی ها، کل خوشحالی ها را و مردم افغانستان در اروپا در افغانستان بتی و مردم افغانستان از این مضیقه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بکشی و برکت همین ماه مبارک رمضان. همین ویدیو کلیپ به شما میمونم، ویدیو کلیپ به شما بین. فضا جان اگر میره شما بانین همون ویدیو کلیپ. افغان‌های گرامی، افغان‌های غیر وطن پرست مقیم ویرجینیا و اوکلاهوما، از اولتر تشریف آوریتان را به محفل دیوران جرگه از صمیم قلب خوش آمدید گفتم و به اجازه شمایان محفل امروزی خود را با تلاوت چند آیه قرآن پاک توسط محترم نبی مصداق افتتاح می‌کنم. محترم نبی مصداق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. پروردگار دغه مجلس چې د افغانستان د یوې ډېرې مهمې داعیې لپاره جوړ شوی ده او د څو ګودینه په ډېرو ځایو کې غونډې لري، خدای د دوی موفق کړي او سرفرازه ده لري. امین یا رب العالمین. از برادر گرامی ما آقای مصداق اظهار تشکر و سپاسگزاری میکنیم که با تلاوت چند از آیات قرآن پاک دل ما را رنگین کرد. اگر از بلخ، اگر از کندهاریم، اگر از بلخ، اگر از کندهاریم، همه پرورده یک کوساریم، در این دریای ناپیدا کرانه و یک کشتی طوفانی سواریم. حضار محترم
اکنون سرود بی را با آواز و هنرمند مشهور ما آقای مددی قوم آزاد سرافراز و دنیا باشد، راستگویم همه جا سرور و آقا باشد، عزت و منزلتش در همه دلها باشد، در قطار ملل راقیش جا باشد، سربلند است از آن سری که باشد آزاد، طوق بر گردن قمری ز اسارت باشد. حضار محترم، اکنون از محترم صدیق متین مؤسس و بنیانگذار خط دیورند خواهش میکنیم تا به سر استیج آمده نکات چند خدمت شما تقدیم کنم. محترم صدیق متین، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا آمدن شما خواهران و برادرای گرامی خوش آمدید میگم. امید است که این جد جهد ما، این کوشش ناچیز ما را خداوند جل جلاله به دربار خود قبول کنه و یک افغانستان آرام، مرفه، دور از ظلم همسایه‌های ما، افغانستانی که ما و افغانستان در او شرایط ما زندگی کرده بودیم، افغانستانی که ما اتحاد ملی داشتیم، موضوعات ملی برای ما بسیار برازنده و مهم بود و حال و فضل و مرحمت خدا بعد از 30 سال جنگ میبینیم که همو اتحاد و اتفاق دوباره بین افغانای عزیز ما با وجود آمده و ما خوش هستیم که از طریق دیورنجرگه این دایره ملی که مربوط تمام مردم افغانستان است، مربوط یک منطقه، مربوط یک قوم، مربوط یک کلچر نیست، مربوط تمام مردم افغانستان است و با فضل و مرحمت خداوند و نظر به خط مشی که دیورنجرگه تدارک دیده، این دیورنجرگه به حیث یک دایره ملی و وسیله مهم برای اتفاق و اتحاد افغانستان به کار برده شد انشاءالله. هر افغانی که از دایره ملی خود دفاع میکنه نه تنها که مسئولیت ملی خود و دینی خود اجرا میکنه،
با دفاع کردن از دیورند جرگه در مقابل دشمنای افغانستان قدم میکنه و همین طلسمی که پاکستان بالای افغانستان آورده یا ممالک دیگه مثل ایران امید است که این طلسمش بشکنه و افغانستان یک افغانستانی آرام شود. موضوع دیورند جرگه موضوع بی‌عدالتی و بی‌انصافی بالای مردم افغانستان است. و چی معنا؟ دیورند جرگه و دیورند معنا میده و تقاضا دارد اعاده حق مردم افغانستان، عدالت با مردم افغانستان، ختم کشتار مردم افغانستان، ختم یتیم شدن اطفال افغانستان، ختم بیوه شدن خانم های افغانستان، ختم معیوب شدن مردم افغانستان، ختم پریشان خاطری مردم افغانستان، ختم حیات نوکران پاکستان و آیسای، ختم غریبی مردم افغانستان، ختم بی‌اتفاقی مردم افغانستان، ختم پریشانی اقتصادی مردم افغانستان، ختم قتل و قتال اشخاص ملی افغانستان، ختم مریضی روانی مردم افغانستان. در مقابل آمدن اتحاد و اتفاق مردم افغانستان، آمدن عزت و احترام مردم افغانستان، خان صاحب نامیدن شدن مجدد مردم افغانستان، آمدن خوشی و خوشحالی و مسرت بین مردم افغانستان، آمدن عدالت با مردم افغانستان، آمدن یک رژیم ملی و قانونی برای مردم افغانستان، آمدن و گسترش روحی ملی، اتحاد و اتفاق و برابری بین ملت افغان. در طول تاریخ بی‌عدالتی که بالای مردم افغانستان واقع شده بالای هیچ مملکت و مردم واقع نشده، بالخصوص غصب و دزدی نمودن خاک‌های ملی و قانونی مردم افغانستان و واگذار کردن آن به مملکت ثالث و بنادر ما می باشد. ما دوباره تقاضای به دست آوردن مجدد قلمرو خود و بنادر خود را می کنیم. از نظر قانونی تشکیل دولت پاکستان غیر قانونی است. از نظر اسلامی نگهداری خاک ما و بنادر ما توسط پاکستان یک کار غیر مشروع و خلاف اساسات دین مقدس اسلام می باشد. ما از دولت پاکستان تقاضا می کنیم که بر طبق اساسات دین مقدس اسلام عمل کند و به تقاضای ما مردم افغانستان که عبارت از خاک و بنادر ما می باشد آن را دوباره به ما مسترد نماید. اگر ما ببینیم در دو دولت انگلیس و چین موافقتنامه خود را معتبر دانستند و پرابلم را حل و فصل کردند، دولت پاکستان که ادعای مسلمان بودن را می کند باید بر طبق اساسات اسلامی پرابلم سرحدی و بندری را با مردم افغانستان حل و فصل کند. در غیر آن ادعای مسلمان بودن را ترک و از ممالک غیر مسلمان بیاموزد. دیورند جرگه از ادعای خود که الحاق مجدد قلمرو و بنادر ما می باشد و تضمین و گارانتی تمامیت ارضی افغانستان، عزت و اقتدار افغانها، اتحاد و اتفاق و احترام مجدد افغانهای غیور ما می باشد. با عرض احترام مجدد از خاطر از اینکه وقت ما پوره است، 3 بجه 4 بجه وقت ما پوره میشه، این ویدیو کلیپ در برنامه آینده نشان میتیم. مقصد عمومی است که باید افغانستان، مردم افغانستان، دولت افغانستان ما یک روز قیام ملی را اعلان کنیم و کلگی
ما از اینجا داخل خود افغانستان یک قیام کنیم در مقابل مداخله و تعرض پاکستان. وقتی که دولت پاکستانی بشنوه باور کنین که پنجابی ها هیچ شجاعت نداره. و شما فکر کنین که یک عسکر ما شهید قاسم به چی اندازه رویات اردوی پاکستان خراب کرده. یک عسکری ملی ما، اردوی ملی ما به اصطلاح، شما اینو فکر کنین. به این ترتیب ما باید فعال باشیم در قسمت دفاع از خاک و وطن. و کار دیگه که ما میتونیم که در ناتو در پیش قصد سفید باید ما مظاهرات دایر کنیم و یا یک جرگه دایر کنیم که دولت امریکا را در او جرگه به اصطلاح دعوت کنیم مقامات رسمی شه که سیاست شفاف و پاک و مستقل در مورد افغانستان بگیره و ما را بگویه که چی سیاست داره در افغانستان که مردم افغانستان هم بفهمه و ناتو هم به می قسم. و روی امی اساسات بود که ما در بلژیم سفر کردم، در اروپا سفر میکنم، در امریکا میرم، در واشنگتن کوشش میکنیم یک مظاهره دیگر ما تشکیل بدیم. هدف عمده ایست که ما یک راه ملی خود پیدا کنیم. ما با مفاد هیچ کسی صحبت نمی کنیم، تنها یگانه مفادی که در فکر ما است، فکر ما او ایست که منافع ملی مردم افغانستان و منافع برای خاک افغانستان و برای مردم افغانستان است. دیگه هیچ منفعت هیچ کس مد نظر ندارم. کل منافع ملی مردم افغانستان، تمامیت اراضی افغانستان، آرامی مردم افغانستان که ما تا چی وقت در این ملکا ریفیوجی باشیم بریم پس به ملک وطن خود اونجا کار کنیم. این کارهایی که ما در اینجا میکنیم این کارها. و در این حال ما در شروع برنامه گفتم که ما معاون دیرانجرگه را تعیین میکنم و این معاون دیرانجرگه نظر به اساس از این که یک نفر بتونه که در خطر قبول کنه و یعنی دلیرانه از منافع ملی افغانستان دفاع کنه و در 4 سال در بر گرفت که ما همون شخص ما پیدا کنم و این را در نظر گرفتم. ما تصمیم گرفتم برای فعلا برای مدت 1 سال آقای استانکزی رئیس دیرانجرگه آلند معاون ما می باشه. اگر چیز سر ما واقع میشه و میتونه که این دایره پیش میبره. و دیگه یک پیشنهاد دیگه دارم برای دولت افغانستان. موضوع طالبان را ما پیشنهاد داریم که اونا در سرش کار کنیم. همی طرح متین با اصطلاح ای روان میکنیم ما ایره برای مقامات رسمی امریکا و دولت افغانستان و طالبا. و دیگه ای که جرگه قومی با وجود به همی جرگه قومی حسین خیل که رئیسش دکتر میرویس است که یک آدم بسیار ملی است و ما این دکتر میرویس رو میشناسم، برادر بزرگوارش وکیل است. باور کنین که باشین که اسم مبارکشون یادم رفته، یعنی چی کار میکنه در اولسی جرگه کار میکنه، در شورای ملی ببخشید در شورای ملی کار میکنه. قیس وکیل قیس یعنی به اندازه از حق مردم افغانستان اشخاصی که سرش بی‌عدالتی میشه این شورای ملی از اونا دفاع میکنه، وقتشون به دست میاره. و دیگه ای که وکیلایی که در شورای ملی کار میکنن اولسی جرگه و شورای ملی یا اونا باید در نظر بگیرن که چی نشن واسطه اشخاص مرتد و بیدین نشن. مثلا ما که یکی از مقامات امنیتی وزارت داخله شده بودم، یک وکیل آمد که ما میخوایم تو رسای ما ببینم. خب میبینی خب بیا، اونا نمیتونن که رد کنن این وکیلا را. وکیلا میخواد بیا. این وکیل از یکی از ولایت‌های دوردست بود، آمد که بچه کاکای مرا تو ایلاکو. خب بچه کاکای تا ایلا میکنم. خب چی بچه کاکای چی گناه کرده؟ والا ایتو شده صاحب که یک ذره چند بوتل شراب کدش بوده که گیر آمده، ما میخوایم که تو خلاص کنی. و بالا ده پس گردنت زده شود. تو وکیل آمستی، تو میای یک نفر شراب آورده تو واسطی ازی میشی. تو وکیل هم داریم باز از دیگه دست به اصطلاح
ما وکیل قیس داریم که یک آدم بسیار ملی زحمتکش. ما هر دفعه رفتیم در افغانستان دیدیم که یه آدم سرش دست کفیدن آمدن وقت از کار آمده و این برای منافع ملی افغانستان کار میکنه. اشخاصی که یا خانم کوفی یا یک همشیری دیگه است، چندین برادر است یا است که در تلویزیون ها ما یا نارم ملاقات کردیم یا کردیم برای منافع ملی افغانستان کار میکنن و امید است که حقیقت مردم بفهمن. کسی که زحمتکش است او باید قدر شود، کسی که واسطه میکنه و کار نمیکنه و معاشا را میگیره در پارلمان یا در تالار ولسی جرگه تشریف نمیاره، شورای ملی تشریف نمیاره و کل پیسا را در جیب خود میذاره و تنها منافع شخصی است. و او کسایی که پیسا را دوزی میکنین و مردم افغانستان را بالای ظلم میکنین و با مملکت های دشمن ما شما کمک میکنین خدمت میکنین، همون پیسه را که شما میگیرین الهی زار زقومتان شود، الهی او را مصرف نکنین، با مرضای دچار شوین که پیسه سرطان سبیل بانه. این وقت براتون میگم، همی گپ من در تلویزیون آریانای افغانستان هم زدم و آلام میگم که شما میتونین که چقدر غریب داریم ما، چقدر مشکلات داریم در افغانستان. شما باین توجهتون که این مشکلات ما حل کنیم. شما میرین خدمت دشمنای مردم افغانستان میکنین و یک پیسه ناچیز، چون اونا کلدارا میده کلدار هیچ. ما در پاکستان که من رفته بودم در پاکستان در اسلام آبادش اون طرفا کردم، یک پیسه پاکستانی بے برکت است. هر قدر که نان بخورین در اوجه شما دلتون بیال است. این کل جزای خداوند است. شما در افغانستان میرین یک نان خشک کتنگور میخورین، چقدر پر قدرت و پر قوت هستین. در امید از اگر چیزی که ما گفته باشم غلط کرده باشم خداوند ما را ببخشه و شما ما را ببخشین. و هدف مرام از این است که ما کسی را چیزی یاد بتم. تنها وظیفه افغانی و اسلامی و افغانی خودم کردیم دیگه، ما را ببخشین اگر اضافه روی کرده باشم. در آینده سلام احترامات خدا به همه برادرها و خوارق تقدیم میکنم. رمضان مبارک، عید شما مبارک. خداوند یک عید آرام و عید پر سعادت و پر برکت در افغانستان و در تمام جوامع که افغان است، در ممالک که افغان است بیاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.